با عرض درود، من خالقم فان دیس میکنم. منم خالقم گاد دیس میکنم. دوستانم ویدیو به شما قرار نیه فان بوده، چون واقعا موضوعی نیه که کسی بخواد به تمسخر و شوخی فیگیره. جدیداً مراجع امنیتی تصمیم گرفتن یه سری از رپرها رو دستگیر کنن به دلیل به هم ریختن نظم عمومی و مسائل سیاسی که خب تا اینجاش عادی به نظر میرسه. حالا همچین عادی هم نیست، ولی خب اگه جرمی مرتکب شدن باید جریمه‌شو بدن، نه اینکه ازشون فیلم گرفته بشه و با آبروشون بازی بشه. حاجی میدونی چی حالمو به هم زد؟ کامنتایی که زیر پستاشون بود. وضعیت جامعه اونقدر خرابه که همه هرچی عقده تو دلشون هست رو سر هم خالی میکنن. همین جوریش هم دیدن این ویدیوها سخت بود واسم. قضاوت پای خداست، نه شما مردم ناحق رفتار میکنین، هستین هر جور راحت. این جوونا یه روزی میجنگیدن سگ جون پاره. به خدا رد دادن مردم از شمال تا خود گمران حق دارن. گشتن همه چشاتش نسل ساق گندم. یه جوون پسر مردم تو چای قصه تا سرخور نشه، بعد ویدیوش که پخش میشه میریزن سرش هر دو. سرا که تو کار هم باشه کارا گره میخوره، گره که زیاد بشه هر انگشتی گله میکنه. تو این 5 انگشت گر انگشتش اندازه امنی، وقتی که نوبتش برسه اونم گریه میکنه. این درد اقتصادی زده ریشه مردم و سوزونده، فقر فرنگی ریشه کرده و باطن رو شکونده. درد جامعه خانمان سوزه مثل مزرعه‌ای که تازه حاصل داده و بهش زده مهمون ناخونده. مخالفی با تحت دستش تا سبک رپش و جر و بحث و جنگ و جدال و آیکیو مغزش، تا تخریبش بکنی که چی بکنه ترکش. این رفتار رو یه روزی بهتر که تو ترکش. لازمه درک کنیم همو با یه چی گرم کنیم سرو، که کسی آسیب پذیر بود نکشیم گرم کنیم همو. ما هممون از خاکیم پس چرا ترد کنیم همو. یه نشکون واسط لازم بود بشنوی حرفای منو. به نظرم واقعا دارد دوشن ایرانیان نسه که اجور رفتار از خود نشان فدید. از مردم خواهش کنم چه رعایت بکنید، زندگی کوتاه‌تر از حرفانه که بخوایم انقدر بیرحم ببیم. اگه فشار اقتصادی و جامعه روتونه اینا رو خواهشن به کامنت هایی که میتونه ذهن یه نفر رو به هم بریزه تبدیل نکنید، چون این چرخه بزرگ و بزرگتر میشه عزیزان من فقط یه حرفی با دوستانی که میگن تا پاشون به امنیت باز شد رو برگردوندن دارم. تو پات به اینجور جا باز نشده که این حرفا رو میزنی، وگرنه میدونی که اونجا خروس اعتراف میکنه تخ گذاشته پلشت. و در آخر یه روز میگین دمش گرم پشت ملت، یه روزم تو پوستتون نمیگنجید از ذلتش. شاید خیلی از ارزش‌ها رو از دست دادیم که آدم روش نمیشه خوب بگی از ملتش. کاش بیشتر هوایمو داشته باشیم.